شاید تا به حال شنیده باشید که ماهی یکی از سالم‌ترین منابع پروتئینه، اما چرا؟ امروز می‌خوایم به فواید حیرت انگیز مصرف ماهی بپردازیم. ماهی یکی از غنی‌ترین منابع پروتئینه. علاوه بر پروتئین با کیفیت بالا، ماهی سرشار از اسیدهای چرب امگا 3 که به سلامت قلب و مغز کمک میکنه. اسیدهای چرب امگا 3 به کاهش التهابات بدن کمک میکنه، سطح کلسترول خون رو کنترل میکنه و خطر بیماری‌های قلبی رو کاهش میده. محققان نشون دادن که مصرف ماهی به بهبود عملکرد مغز و حافظه کمک میکنه و اسیدهای چرب امگا 3 نقش مهمی در حفظ سلامت سلولهای مغز دارند. این مواد مغذی که خدمتتون عرض کردم از بروز مشکلاتی مثل آلزایمر و زوال عقل در دوران پیری جلوگیری میکنه. همچنین ماهی‌ها به بهبود سلامت پوست و مو هم کمک میکنن و اسیدهای چرب امگا 3 موجود در ماهی‌ها رطوبت پوست رو حفظ میکنن و از خشکی اون هم جلوگیری میکنن. با مصرف مرتب ماهی میتونید شاهد کاهش ریزش مو و بهبود سلامت موهای خود باشید. علاوه بر این مواردی که خدمتتون عرض کردم، ماهی‌ها به تقویت سیستم ایمنی بدن هم کمک میکنند و با کاهش التهاب خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن مثل دیابت نوع 2 و یا فشار خون رو هم کاهش میدن. اگر ماهی رو به طور منظم در رژیم غذایی خودتون بگنجونید، میتونید شاهد بهبود وضعیت سلامت عمومی بدن خودتون باشید. اگر هنوز ماهی رو به رژیم غذایی خودتون اضافه نکردید، روش‌های مختلفی برای مصرف ماهی وجود داره، مثل گریل کردن، بخار پس کردن و یا حتی به صورت خام به عنوان سوشی هم میتونید اون رو مصرف کنید. پس برای حفظ سلامت عمومی بدن خودتون حتما ماهی رو تو رژیم غذاییتون بگنجونید تا از فواید بیشمار اون بهره مند بشید. ژاپنی‌ها یه ضرب المثلی دارن که میگه خوردن ماهی خوردن سلامتیه. اگه این ویدیو رو دوست داشتید لطفاً منو لایک و سابسکرایب کنید و تو قسمت کامنت ها هر سوالی در مورد مصرف ماهی یا هر مورد دیگه‌ای در ارتباط با تغذیه و سلامتی داشتید از من بپرسید.